چرا ولی ارتفاع داره. وای وای وای. خب بیا میتونی بیای؟ آره حالا دیگه اینجا هم میتونم. چقدر خوشگله آسمون. حالا این ور افت مریم وای بذار نبینن، اگه ببینن کلمونو میزنن. آره دقیقا تو به من گفتم میافتی. آخه تو اینجا چی کار میکنی؟ دقیقا همینو گفتن. سلام بچه ها، اگه گفتیم ما کجاییم عمرن بتونید حدس بزنید. آوردمتون یه جای فوق‌العاده با مریم. البته تیپ کار زدیم چون قراره بریم کار کنیم. آره خیلی دیگه من فصل کار کنی. مرغ فرار کرد. فصل بگو یه مریم یه ذره برنج. خب ما درو کردیم. خب الان قراره جمع کنیم برنجا رو. من اومدم با تیپ اینجوری الان ببینید دمپایی پوشم، دمپایی معلومه. ستاره اومده کار کنه. آره کمک کنه. من با این دیجی علی درگیرم تا اینو برگرد اون بر ببین چقدر قشنگه. الان نشون میدم بهتون. بچه‌ها اومدیم درو کنیم. درو کنه. من اینقدر بلدم اومدم درو کنم. اینجا مزرعه مریمیناست. بعد زحمت کشیدن همونطور که مریم گفت. درسته؟ چرا هیچ کسو نمیبینم؟ خب اون بر ما اون بره آخه. خیلی دوره. خب پس تو آروم آروم برو. من میخواستم اینجا اینا رو بهشون نشون بدم. این که حالا میخواستم مزرعه بابا که مزرعه اینجوری نداره، بابا باغ داره. شاید باغ بابا هم برم چون فصل تابستونه به هر حال اینجور کارا میبینید خیلی بیشتره. فقط مریم بعد من راهو بلدم. چیز میکنن میزنن. خب باش الان میگیرم. الان برمیگردونم اون ور شما ببینید. ببینید چقدر اینجا قشنگه. یعنی بهشت واقعی که میگن اینجاست. خب خیلی بد منو نگاه میکنه. سعی میکنم دور شم. اینم مریم این چیه؟ دارم میخورم. کاهه؟ آره. یعنی همون برنج که نیست نه؟ خب که گاوا و اسبا میخورم فکر کنم. اینم اینجا مرغ و خروس هم هست. اینم مزرعه. میریم به سمت مزرعه بهتون. من تازه میخواستم از این ور برم. مریم چرا از این ور نیومده؟ خب در ببندم. میبندی؟ چون دستم بنده. اینم مریم الان اینا خراب شده اینجوری؟ نه خوابیده دیگه، بارون اومده. خب خوابیده. اینو دیگه نمیتونم با دستگاه درو کنم. همون مریم بهشون بگو وقتی بارون میاد همه اونایی که تو گیلان زندگی نمیکنن همش میگن که به به چه بارون اومده چقدر خوبه. بارون میباره خب برای مزارع خیلی بده. برنجا اصولا میخوابن. بعد اکثرا دیگه الان با دستگاه درو میکنن. آره ببین اینطوری الان میبینید با دستگاه درو کنن. ببینید خوابیده کاملا. آره این الان برای کسی آشناست؟ برای خاله ایناست دیگه. فاطمه خاله لطیفه. ای بابا دیگه بعد خیلی سخته با دست، چون الان واقعا کسی قوت و توانایی قدیمو نداره. نه آره الان جمع کردنم با دستگاهه. چقدر خوشگله اینجا آخه، چقدر خوشگله. بریم مهیا فکر کنم. درسته با دانیال؟ مهیا، دانیال، حسن آقا، نادر، مرتضی همه هستن. ما قراره ما نیروی کمکی داریم. مثلا کمکی ولی چقدر زیباست. یعنی خود بهشت بچه‌ها. میدونم که شما الان لذت میبرید اینجاها رو دارید میبینید، چون محله مریمینا فوق العاده با صفاه و خیلی قشنگه. امروز هوا گرم بود ولی اینجا به نظرم چیزه. نه اصلا مزار خنکه ستاره. آره من اونو دمپایی پوشیدم. مریم گفت اینو چرا پوشیدی اینجا؟ آره گفت اینجا اذیت میکنه موقعی که اگه بخوایم چیزی جمع کنیم. خیلی ولی خوشگله. بابای من فکر نکنم دیگه مزرعه داشته باشه. این برای شماست؟ هنوز چیز نکردین که. ببینید تا حالا میخوام ببینم دونه برنج. این دونه برنج میشه؟ چی میگن؟ آره از نزدیک دیدید ببینید چقدر خوشگله مریم.
خیلی اینجا قشنگه. ام. غروبش خیلی قشنگه. غروبش رو ببین. الان برمیگردونم بچه‌ها ببینن. این دیجی علی کشت من تا کار باهاشو یاد بگیرم. ببینید چقدر خوشگله، چقدر رویاییه. میخوای برم تو برو جلو جلو، من راه بلدم. آره مواظب باشه نه. خب اینم سایه ما. ما دوتا اینجا هم الان برای شماست که استراحت میکنن. خب تو برو. من این پایه رو دارم میارم چون بعدا میخوام بزنم روی. الان داشتیم میومدیم تو راه، مریم یه ترمزی زد و مریم روی اینو باید راه رفت. نه نشکوندی بابا، این یه سری براش گرفته بودیم اون افتاد پایین ضربه خورد. اینا رو الان چیدن درسته؟ این مریم این الان چیه مریم؟ این همینه دیگه. این الان چیزه، اینو باید جمع کنن یعنی یا این برای حیوونا میشه که نه 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 اینو هنوز کنن خوش بر بشه دیگه ستاره. ها بی خیلی علف زیاده و معلوم نیست که بچه‌ها خلاصه جیغ بنفش زدم بدونید که سر خوردم افتادم. مریم فرستادم جلو راهنما. وای 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 با دارم میام. اشتباه اومدیم. عیب نداره. اشتباه اومدی. اشتباه هم اومدی. راه بلد ستاره مثلا منو کیو فرستادم جلو. کار نکرده. بعد ما با این قیافه ای داریم، ما هر کی نداره فکر میکنه کلا زندگیمون رو تو مزرعه بودیم. وای 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 وای. عیب نداره دیگه اومدی. چی الان میگه؟ میگه دور برگردی. ترجمه کن. میگه نمیشه برگردی. چرا؟ همه راه رو برگردی. چرا؟ میگه که چون اینجا جو گذاشتیم خب میافتیم. خب بی دوباره برگردی. راهنمای مردم شید. کیو فرستادی جلو؟ خدا هیچ کس رو اینطوری ضایع نکنه. آقای همه رو نکنه ما داریم رو اینا قدم میذاریم اینا خراب میشن. آره رو همینو میگو. تا کجا ما باید بریم الان؟ از این صف از پایین برو. وای 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 وای. خب افتاد مریم. وای بذار نبینن، اگه ببینن کلمون میزنن. دقیقاً تو به من گفتم میافتی. آخه تو اینجا چیکار میکنی؟ دقیقا همینو گفتن. منم که بلد نیستم. به اینا رو چیدن. چقدر بامزه است. ببینید از این مسیر ما داریم میریم. مرده اونجا کلاه گذاشته، آستین بلند پوشیده. من آستینمو دادم تا اینجا بالا. بعد مریم دستات میسوزه تو این آفتاب. دقیقا معلومه اومدی کمک کنی. اومدم ویدیو بگیرم دوستان ببینن که چه جوری. خب الان درست داریم. آره چقدر ولی ارتفاع داره. وای وای وای. خب بیا میتونی بیای؟ آره حقیقت دیگه اینجا هم میتونم. چقدر خوشگله آسمون. حالا این ور چشم هم زدم مریم رفت. خب زمین چقدر خوشیه. فکرم باید ولی خشک باشه که بتونن بچینن.
واقعا کار پرزحمتیه، خیلی زحمت دارن میکشن. ببین از این عصرونه هم دارن. اینا رو باید جمع کنن بدن برنج کوبی که جداش کنن. بعد اون کاها میشه همونی که حیوونا میخورن. خسته نباشه آقا حسن. از کی مشغول کاری؟ این تازه 10 دقیقه میشه. 10 دقیقه واقعا. خسته نباشی. ماهر جونم اونجا مشغوله. خسته نباشی. شما خسته نباشی، ما که تازه رسیدیم. مریم جی کلا. یه چیز گرفته. چی؟ چرا اینو خریدی؟ خسته نباشی دامناده. مرسی. ماهر جون خسته نباشی. قربونه. حالا میداره خوردن تو مزرعه تو این گرما. الان بستیم دارم. خب باید دیگه الان نمیتونم که. قربونت مرسی خسته نباشی. داشتم بخور نرسیده. گرمون خوش شد. مریم داره اینجا رو ببین. من فکر کردم فقط ایناست. اینا رو جمع کردن. مریم بیا توضیح بلدی بده. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بردارین من ازتون ویدیو میگیرم. مهاجم مریم اینجا حالا یه عالمه مونده. تو کجایی؟ بیا ببین اول اونجوریه. اونا رسیدن. بیا ببینیم چه جوریه. مریم بیا. چه جوری برم پایین؟ چه جالب برمیدارن. مریم شالی کار داره میاد. چقدر جالبه مریم از یه سمت اینجوری چیز چقدر جالب. بیا حالا ببینیم. به اونجوری پیچ میدم بعد میبندن. چقدر دستگاه تمیز و ردیف میباره واقعا. من یه ذره ویدیو بگیرم بعد برم شروع به کار کنم. من میکاشون پایه هم می آوردی که اینجا میخوایم کار کنیم میذاشیم رو پایه. به دانیال بگو بیاره. دانیال این چیزو بس کردم تا چشم کار میکنه. مزرعه است. مریم خانوم خوش آمدی. بیا شروع کن بعد منم بیا. سری کلاه صاحب شدی. ببین آره یه کلاه گرفتم کار که نمی‌کنم. من پایه رو بگیرم. دانیال میای تا اینجا ببینیم مریم چه کار میکنه. کم از مهیا دست درنه کنه. به منم دیگه باید برم کمک. نه بابا تو نمی‌تونی. چرا؟ نمی‌تونی دستات داغون میشه. مانتو دستات هم داغون میشه. مانتو 100%. همجوری یکم پیچ میدی بعدا میبندی. بعدا آقایون میبندن دیگه. اینطوری پیچ دادن خیلی سخت تره.
من سخت‌تر فکرم اینطوری. راحته که حالا این بهتره، اون اینقدر کج بریده بود، جمع کردنش خیلی سخت بود. من حالا فکرم آسون داره میبره. برم از ماهی سوال کنم. چرا شما مشغول کاری؟ دارم فیلم میگیرم. یا ببینم مهیا جون داره چی کار میکنه. خسته نباشی. مهیا این کار از کجا یاد گرفتی؟ از کی یاد گرفتی؟ از مادرم. چند از ساله؟ پدرم. من از خیلی وقته بچه بودم با اونا کمک میکردم. خدا حفظت کنه. قربونت برم، با بابا و مامانم کمک میکردم. کشاورزی رو خیلی دوست دارم. سنت قدیمی، کار سختیه ولی دلنشینه. واقعا و خیلی سختی. خیلی سخته. میبینم که خیلی سختی داره. من تا حالا انجام ندادم، اولین بارم هست دارم میبینم. ولی شیرینه. شیرینه؟ خیلی. در این سختی ولی شیرینه. واقعا. سعادت باشم، موفق باشی. قربونت برم. خدا به من قوت بده. چیکار کردی؟ بردم. قربون بابام برم. الان بود انقدر باید کلکل میکردم. آخه والا. از اون یه فیلم می‌بینی. گفتیم مشغول به کارم حواسم نیست. من میبینم شما حواست همش هست. تو دوربین. من دوربین نمی‌بینم. حالا من یه حرفی زدم. دیگه من ناخواسته یه حرفی زدم. خب آقا حسن، شما چند ساله کار میکنی؟ اصلا این کار از کی یاد اولین گرفتی؟ سالی میام کمک میکنم خب و اونم با همکاری خانم و خلاصه یه چیزایی یاد گرفتیم. بله. که اگه یه خانوم ماشین- داری طلا واقعا. آره، تو واقعا. همه چی سررشته آره. داره. انزیرشی ها میگن یه ترشی نخوریم خلاصه یه چیز بیرون میاد. خیلی عالی. ضرب المثل انزلی چی؟ خب مریم مسئول منم دیگه، برم کمک. خدایش خسته شده. برم تازه اومدی. 2 ثانیه هم نشد از کار کردنت. وای. ببین از اینجا دیگه پخش میشه، ببین اینطوری پخش میشه آخه. چرا؟ چی میخوای جمع کنی بعدا؟ مثل تو دیگه اینجوری نیست الان. خود دیگه تو گفتی اینا هم چی نشه. چه بوی خوبی میده مریم. آره. بریم دیگه. بعد چجوری میبندن؟ با این ناتزار میبنده. این پیچ بدی خیلی بهتره ها. الان مثلا چقدر با باشه. خیلی باید بیاد باشه. اون که خیلی کن. دستت خارش میگیره. نه بخار اون برای اینطوری نگاه کن، نگاه کن. اینطوری گرد ببین اونطوری همه اینطوری پخش میشه. چی میخوای جمع کنی؟ این لازمه اینجا. اون زیاد نیست. نه زیاد. ببین یه آتیشی که بده پایین. ببین اصلا داغون میشه. دست داغون میشه. باشه من جمع می‌کنم. اینجوری منم پیشش بدیم درسته؟ جمع کن. ببین الان با دست این بغلشو بده نگاه الان کن. این خوب نیست. اینجوری نگاه کن، نگاه کن. من یه چیز نگاه کن. دست اینجوری نه نگاه کن. آیا دست که از نه یه اینجوری گرد می‌کنی. یه جا هم می‌مونه. اون اینو برای هستن سوزیو بعد برای این روشو صاف کن. این بغلش باید صاف باشه. بغلش رو صاف می‌کنم. بغل می‌ریزی که میگم اینجا ها رو میگم بغل آها، بغل. حسن آقا که بیرون داره اینجا ها رو اینجا. چشم کار عجله. اینو با کجا؟
بلون میده. بلون؟ آره. اون برای من بوی بلون میده. بالا سرم بود. نه کوچیکه. این بزرگ باشه ام نداره ولی کوچیک نادر دیگه نباشه. دست داغون میشه. خانه خارش میگیری یا؟ نه بابا. آره خارش میگیره. آره. دست داغون میشه. الان نگیره. الان نمیگیره. بعدم شب آتیش میگیری. آتیش تو باید حتما بیای پایین. نکنی کارو. خیلی بزرگ نیست. خیلی کار کنم خداییش. خیلی. جمع کردیم آقای. جامون جمع کردیم. خوب جمع کردیم. خانم فردا تعطیلی میگه؟ چی؟ فردا تعطیلی؟ نه نه. امشب میره. تا کجاه؟ این تا کجاه؟ این بذار بیام. نه بیام. بگم؟ یکی رو گذاشتیم اندازه کله گنجش یه دنگ. آقا ما کار بلدیم. دو تا کار بلد اومدن. اونیو بذار دانیال جان. کجا گذاشتی؟ چی میشه پس بندونه؟ دانیال خوشحال رو جمع این رو کن. ببین نمیرسه که. این مال کله کیمی. بزرگه؟ بنابرای کله‌تون بذاری روی این اندازه این نمیشه. کمه؟ زیاده؟ مثلا بندی همین آرسته. آقا اونم از زحمت بکش بذار روی آیا قرار ایمی بگم شما رو بگم بنام. شما چرا بزنید؟ آده این چه کاری؟ راست میگه این چه کاری ما داریم می‌کنیم؟ چه کاریه؟ همین که به قول بابای من همین که اومدن یه دستی رسوندن خودش کلیه. چه شاید چیه؟ چیزی هست یا چیه؟ نه خدا قوت. دارم اسمازه میکنیم رنگ نماز بندی همین دایی رسه ناده که دایی حسن میگه هیچی درست نیست. برای چی درسته؟ در این ویدیو میگیریم منو آیا الان بسته دیگه منم توی میگی زیاد چی کن خودش کمه میگم نه بابا کمه. الان بهت میگم منم میرم این کمه ناده در اینه که داری میبندی خوشحال جمع کن بی زحمت. دوستان عزیز دستگاه میاد اینا رو چی همکنون میکنه آهو مریم میزنه بعد یه روز دیگه شما جمع یه روز اومده بریده. خب خب ما الان اومدیم جمع کردیم. و خوش بشه جمع کنیم دیگه. یه روز میمونه خوش میشه بعد جمع میکنه. من کمباین میاد کلا میزنه. یعنی اینا رو آره دیگه کمباین یاد میزنه دیگه. خوردم آره. گذاشتیم که نه همینجوری برم بخوریم با خوش ماشین جدید که هم میبره هم جوب میکنه اونو باید بزنن خوش کن. این باید کار کنه. اینو نه اینو هم میگم باید بزنیم بده هر وقت هر خواستی وقت خواستیم. همزمان داره میزنه خوش نشه.
رسیدی که نگاه کن اندونه خسته شدم. بزرگه آها اون نمیرسه خواهی دارم. ناده چون به من گفته من دیگه همه رو بزرگ میذارم. نه دیگه گفت نه که این بندیره نمیرسه به من بسته صندلم پاره شد. اه، آره واقعا آره گیر دارم. تو دستات آغوشه دیگه نمیخواد. چرا تازه رو یاد گرفته نمیخواد وای. هم تازه شد گفتم تازه اومده بابا یاد گرفته به ما ضرر داده الان داره سوزه میده راست میگه ای تا الان که بلد نبودم ضرر زدم تا یاد بگیرم. الان سوده رسیدی؟ آره اونم که تو این میگی نمیخواد. چقدر کار پرزحمت. هر روز اون سمت مونده منم دستم بریده شده. به مریم بگم غر میزنه. قشنگ یرق کردم. بریم که بتونیم تمومش کنیم. یعنی اولین کاری که کردیم رفتیم دوش گرفتیم. به شدت خسته ایم. حالا خوب کوه نکردیم و اصلا کاری نکردیم. ما یه ساعت آخر اومدیم اونجا میچریم. خیلی ولی خیلی خسته کننده بود. من اینو اونجا بهتون نشون دادم نمیدونم دیدید یا نه. یه دونه از اون چیزا خورد به دستم. برید ستا. آره. گفتم بهتا. بعد اینو دردش هم خیلی زیاده. نه ولی اینجا مریم میگفت نمیدونم الان سوزش میگیره و فلان. اصلا من اینطوری نبود. خب بذار شب حالا این دوندونای ریزه. یا الان ساعت شبه. الان 10 شبه. اومدیم خونه دوش گرفتیم. دیگه مریم یه چایی دم کرد. آره یه چای بخوریم. آره با حلوا با کی درست خرما. کرده؟ بنده البته من درست نکردم. همون آموزشی که قبلا گذاشته بودم براتون. آموزش میکادو حتما نگاه کنید اگه شیرینی خونگی دوست دارید. واقعا هم خسته شدیم. واقعا عالیه ولی خدا قوت به مهیا جون. یعنی واقعا زحمت میکشه. چقدر کار سختیه و نمیدونم چرا میگفتش که چی خیلی لذت بخشه. من لذت این کارو نداره بعد نظر اصلا من. چه لذتی میتونه داشته باشه آدم چندین ساعت خم میشه. ولی کشاورزی واقعا کار سخت. خیلی سخته. خیلی برنج زحمت داره. این فقط جمع کردنشه. میگم برنج دیگه. خب با رنج. آره با رنج به دست میاد. آره برنج نمیگم برنج. آره نارنج یعنی بدون هیچ رنجی. نارنج که ما کنار غذا میخوریم. به این چون واقعا هر جایی بندازی اون هستش هم در میاد. ولی برنج از برنج میاد. واقعا با رنج درست میشه. خیلی زحمت داره. من فقط تونستم قسمت انتهای کار که همون جمع کردن و گذاشتن یه سمته بگیرم. مریم گفت بعد از این یه دستگاهی هست به اسم چی بود؟ کمباین که باید بیاد. اینا به این چی میگن؟ این آخر من یاد نگرفتم این رشته‌ای که برنجاش به اینا چی میگن؟ شلتوک خوشه برنجو میگی؟ آره همین خوشه میگن. آره خوشه میگن.
خوشه. بعد اون چیزشو که در میاد، برنج از توش در میاد، به اون میگن شلتوک. آها، به اون که پوستشه. آره آفرین به اون میگن شلتوک. اونو چی کار میکنن؟ سبوس برنج از همونه دیگه. برای لاغریه، برای پوسته. چه جالب. آره. خود برنج پس استفاده میشه، اون شلتوکش استفاده میشه. آره. اون کاهش استفاده همه. میشه. ببینید چقدر ولی فواید داره. خلاصه اینکه خیلی کار سختیه، واقعا زحمت میکشن. خدا قوت به همه کسایی که مزرعه باغ دارن، واقعا زحمت خیلی زیادی داره و وقتی هم یه نتیجه کارو میبینن کلا لذت میبرن. کشاورزی اصلا واقعا سخت. واقعا البته مشاغل سخت زیادی داریم، ولی خب این خیلی زحمت زیادی داره. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. ممنون که برای ما انرژی مثبت میفرستید. چون میدونم خیلی اینجور چیزا رو دوست دارید، بیشتر سعی میکنم براتون ویدیو میگیرم. اگر تازه وارد کانال ما شدید، یادتون نره ویدیوهای ما رو نگاه کنید، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید که ویدیوهای ما برای شما نشون داده بشه. دوست من حمایت کنید. مرسی ممنونم. خیلی امسال به من کمک کردید. امروز خیلی زحمت کشیدید. نه بابا، من داشتم دور خودم میچرخیدم. مرسی که همراه ما هستید. دوستتون داریم. خدا نگهدارتون. خداحافظ بچه‌ها.